آیا خدایی غیر از الله دارند؟ منزه است خدا از هرچه شریکش می‌دانند. چنان غرق در باطلند که حتی اگر ببینند پاره‌ای از آسمان بیفتد میگویند ابری متراکم بود. پس آنها را رها کن تا روز مرگشان را ببینند، روزی که مکرها و نقشه‌هایشان هیچ به دردشان نخواهد خورد و به واسطه هیچ کس یاری نشوند. برای ظالمان غیر از این عذاب دیگری است، هرچند اکثرشان نمی‌دانند. در برابر حکم پروردگارت صبور باش که تو کاملا تحت نظر ما هستی. هرگاه برمیخیزی تسبیح و ستایش پروردگارت را به جای آور. در پاره‌ای از شب و نیز هنگامی که ستارگان ناپدید می‌شوند خدای را تسبیح گو.